الهی که دعاهای قشنگ حضرت سجاد سلام الله علیه در دعای 40 صحیفه شریف سجادیه در حق هممون به هدف اجابت برسه، به برکت نماز روزهامون، به برکت این روز ناب و استثنایی که پشت سر گذاشتیم و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. استاد محمدی شاهرودی عزیز این نوبت هم قدم به چشم من گذاشتن. با افتخار خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض میکنم. آقا سلام عرض کردیم، خیلی خوش آمدید، خوشحالیم از زیارت. سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. بنده خوشحالم خدمت شما و مخلص شما دوستان عزیز بیننده هستم. ان شاء الله که آنچه که به صلاح دین و دنیا و آخرت ما و شما و دوستان عزیز بیننده هست بر زبان ما و جمع شما و عزیزان جاری بشه. الهی آمین. الهی اونا هم دخالت دارن شرکت، بلکه اصل اونها هستن. اونا کلید دست اونهاست و ما رو وارد گنجینه های علوم میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده. آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روزافزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، مخصوصا این نمازها و روزها و مخصوصا راهپیمایی امروزتون که به ازای هر قدمی که برداشتید عمل صالحی در نام عمل شما نوشته شد، چون دشمنها رو به خشم آوردید و از فردا و از امشب ببینید که رسانه هاشون چی کار میکنن برای اینکه اثر این کارش ما رو خنثی کنن. همه میان تو میدون. خدا انشالله همه اینها رو قبول کنه و اجر زیاد به دوستان عزیز عنایت بفرماید. موضوع بحث ما مراحل معاد بود و مرحله اول رو که مرگ باشه اجمالا گفتیم. البته سوالهای فراوانی هنوز وجود داره که محول میکنیم به خود دوستان عزیز بیننده که بپرسند و پاسخ داده بشه. بریم تو مرحله بعدی، مرحله دوم که اسمش برزخ. برزخ 3 بار در قرآن اومده کلمه برزخ. 2 بارش به معنای همون لغویشه. برزخ این حائل، مانع، چیزی که دو چیز هم جدا میکنه. مرج البحرین التقیان بینهما برزخ لا یبغیان. اینا این برزخ این 2 تا دریا رو از هم جدا کرده که به هم سرایت نکنن، به هم نرسن. 1 بارش به معنای همین عالمی که موضوع بحث ماست. آیه 99 و 100 سوره مؤمنون درباره همین برزخی است که می‌خوام دربارش چند جمله بگیم. که فرماید که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. آیه 99 و 100 سوره مؤمنون که برزخ تو آیه 100 هست. اینها به اون کفر و فسق و فجورشون ادامه میدن تا زمانی که مرگشون فرا میرسه. وقتی که پا به عالم برزخ میذارن، اون حقایق رو میبینن، میگن پروردگار دستور بده که منو برم گردونن، رب ارجعون، برم گردونن به دنیا. پاسخشون کلاست، نه هرگز چنین نخواهد شد. یه حرفی است که داره میگه، نه کلمتون هو قائلها، داره میگه ولی راست هم نمیگه. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. براشون گردیم باز همینن. 50 سال، 60 سال، 70 سال بهشون مهلت دادیم. این خواست درست شده بود. درست شده بود. در تشییع جنازه عمو و عمه و خاله و دایی همین ها شرکت کرد. خب خودش رو جای اونها میذاشت، بگو برم گردونین، بعدم میگو بلا برگرد. در روایت اینجوری داریم. این که میخواد برگرده، اگه خواهد همین نفس برگرده که خب باز 70 سال دیگه هم بره باز همینه. اگه بخواد عوض بشه چه ربطی به این نفس داره؟ کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. در مقابلشون برزخی است که تا روز قیامت باید تو این عالم بمونن. پس برزخ در واقع حائل است بین دنیا و آخرت. از هنگام مرگ شروع میشه تا قیامت کبری. امام صادق علیه السلام فرمودن که من نسبت به برزخ شما نگرانم. در قیامت شافعان مشفع هستن، ما هستیم و هوای شما رو داریم، اما از برزختون میترسم. راوی سوال کرد برزخ یعنی چه؟ همون از هنگام مرگ تا قیامت کبری، این فاصله. من از این فاصله تون نگرانم. حالا ما یه سوال از دوستان میپرسیم که ببینیم دوستان چی میگن و چیکار میکنن، و اون این که یعنی اهل بیت در برزخ هیچ نقشی ندارن. اهل
اهل بیت در دنیا هم نقش دارن. شما کار دنیایی هم که میخواد از اهل بیت واسطه قرار میدیم، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. چطور امام صادق منظورشون چی بود که فرمود که من از برزخ شما میترسم و در آخرت ما هستیم؟ برای برزخ تو تعریف امام صادق هم میشه از هنگام مرگ تا قیامت کبرا. خب این از این جهت مهمه بحث برزخ و خود برزخ که برخی از نقائص و کمبودهای انسان در این عالم برطرف میشه. رشد و تکامل‌های انسان در این عالم باید داشته باشه که آماده بشه برای اون قیامت کبرا که در واقع اونجا دیگه آخر خطه و به حساب رسیدگی میشه و اینها. ما حالا چند جمله راجع به عالم برزخ صحبت میکنیم در حدی که حالا جلسه برنامه اجازه بده چند جمله صحبت میکنیم. ما راجع به مفهوم برزخ عرض کردیم خدمت دوستان. یه آیه را من راجع به برزخ خوندم، ولی آیات در قرآن زیادتر از این حرف هست. مثلا اونجا که میفرماد یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. در برزخ صبح و شب عذاب رو بر آل فرعون عرضه می‌دارن، میگن جای شما تو جهنم اینجاست. روز قیامت که شد وقت بهشون میگن برید داخل جهنم. این عرضه عذاب مال برزخه. یعرضون علیها غدوا و عشیا، صبح و شب مال دنیاست. برزخ هم از این حیث تابع دنیاست. صبح و شب بهشون میگن که الان جایگاه شما تو جهنم اینجاست. یه آیات دیگه هم در قرآن داریم که فراح و ریحان، امام فرمود فی القبر. در روایت ما هر جای کلمه قبر اومده غالبا معنی برزخه. القبر برزخون، قبر هم برزخ. فرمود که روح و ریحان مال این قضا و لذت برزخشونه و جنت النعیم فرمود فی الاخره. پس در صورت مارک واقع فراح و ریحان فی القبر یعنی تو برزخ و جنت النعیم فی الاخره. فنزل من حمیم فرمود فی القبر، این جاش تو برزخه. و تسلیت جهنم فرمود فی الاخره. از این آیه تو قرآن داریم قریب 20 آیه تقریبا راجع به برزخ تو قرآن اومده. راجع به حیات برزخی میشه در برنامه بعد اگر فراموش نکنیم نکاتی رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. حد فاصله بین دنیا و آخرت. بله، بین مرگ و آخرت بگیم بهتره. آره، بین مرگ و آخرت. بله. تو این فاصله انسان تو برزخ. الهی که زندگی با کیفیت رو هممون تجربه بکنیم، در بهشت برزخی. بهشت برزخی باشیم. بله انشاءالله. این نشستن پای صحبت‌های استاد محمدی شاهرودی و مثل ایشان و فکر کردن به این حرفا و بعد تبدیل شدن حتی به نظرم درصدیش هم به عمل میتونه دستگیر ما باشه، دنیا ما رو برسونه به اون بهشت برزخی انشاءالله. خیلی ممنونم. اگر اجازه میدین ما یه فاصله بگیریم برگردیم سوالات مردم رو بپرسیم. با افتخار بفرمایید. چرا خداوند مرگ انسان را به دست خودش نسپرد و اجازه نداد زمان مرگمان را خودمان انتخاب کنیم؟ و یا چرا خودکشی مجاز نیست؟ لب کلام. چند نکته دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که تا حدی به دست خود انسان هست. انسانی که مرگش رو عقب میبره جلو میاره. دو دسته عوامل وجود دارن که انسان میتونه با کاریابی این عوامل مرگش رو عقب بندازه جلو بندازه. مثلا فرض عوامل مادی، پرخوری مرگ رو جلو میندازه، پرهیز و کمخوری عقب میندازه، ورزش مرگ رو عقب میندازه، تنبلی و تنبارگی مثلا مرگ رو جلو میندازه. این عوامل مادیه. از اون طرف گناه مرگ رو جلو میندازه. امام صادق فرمودن من یموت بالذنوب اکثر من یموت بالآجال. کسانی که به سبب گناه میمیرن بیشتر از کسانی که اجلشون رسیده. پس این خود گناه، حالا چه خود شخص گناه رو کرده باشه چه دیگران کرده باشن، مرگ رو جلو میندازه. صدقه جلو مرگ رو میگیره. امام صادق فرمودن از صدقاتو تدفع میتت السوء. صدقه مرگ بعد دل خراش رو دفع میکنه، نمیذاره اتفاق بیفته. دعا مرگ رو عقب میندازه و
نفرین مرگ رو جلو میندازه. خلاصه تا حدی دست خود انسان هست، بگیم که اصلا دست انسان نیست، نه. دو، اینکه به دست خود ما باشه، آیا ما واقعا میتونیم تشخیص بدیم که زنده بودنمون به نفعه یا مردنمون به نفعه؟ بله. خیلی وقتا به نفع انسانی که بمیره، بعضی وقتا هم به نفعش که نمیره. بله. یه دست خودش باشه، اونجایی که به نفعش نمیره مرگشو جلو میندازه، انجام میده. اونجایی که به نفعش بمیره طبیعیه دیگه، به نفع خودش کار میکنه دیگه. نمیمیره. آره. بله. خب این نتیجهش میشه که انسان ها به مقصد نمیرسن، خیلی ها جهنمی میشن، خیلی ها تو راه میمونن، خدا هم یه کار کوچیک، چون ما که مصلحت خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم. بله. غالبا اون چیزی که ما خیال میکنیم مصلحت کم، من عرض کنم که چه بسیار کارهایی که ما فکر میکنیم خیره در حالی که شره، چه بسیار کارهایی که ما خیال میکنیم شر در حالی که خیره. این نکته بعدی که نباید ما فکر کنیم که اگر دست ما بود بهتر بود چون ما خیر خودمون رو بهتر از خدا برای خودمون نمیخوایم، او بهتر از ما خیر ما رو برای خود ما میخواد. بله. مطلب بعد این که ما خیال میکنیم که خودمون از خودمونیم، ما خودمون رو مالک خودمون میدونیم، مثلا مالک چشم میدونیم، مالک گوش میدونیم، مالک جان میدونیم، مالک زبان. نه، ما مالکش خودم از اینها نیستیم، مالکش خداست. ما در ملک خدا داریم دخالت میکنیم، تصرف میکنیم بدون اجازه. جان ما که مال خودمون که نیست، جان امانتی که خدا به دست ما داده. بله. امانت رو باید پاس بداریم، نه که در امانت خیانت کنیم. درست. خودکشی خیانت در امانت. چون قرآن فرمود لا تقتلوا انفسکم بله. ان الله بكم رحیما. معنیش اینه که خدا نمیخواد شما خودتون رو بکشید، خدا به شما انقدر مهربانه که نمیخواد که شما خودتون رو بکشید. اصلا شما مال خودتون نیستید که با خودتون رو بکشید. جان که مال شما نیست که، چشم و گوش مال شما نیست که، شما اینا امانتن. این امانت ها رو باید پاس داشت، نه اینکه انسان بخواد در امانت خیانت کند. پس این که میگن چرا خودکشی نکنیم، برای اینکه در امانت خیانت میکنی. شما داری اون چیزی که بهت امانت سپردن رو حرمتش نگه نمیداری. و مطلب بعد این که این خودکشی در واقع کشتن یک انسان 100% بیگناهه، چون نسبت به هر کس انسان بدی کرده باشه نسبت به خودش که بدی نکرده. بله. وقتی خودشو میکشه کسی رو کشته که هیچ گناهی نکرده، هیچ بدی نکرده. ممکن اینجا این سوال براش ما پیش بیاد که خب یعنی چی انسان خودش رو کشته بی و انسان خودش به خودش بدی نکرده؟ بله. کسی رو کشته که 100% بیگناه بوده. خب سوال اینه که کی رو کشته؟ که ما میگیم کسی رو کشته که 100% بیگناه بوده. قاتل کیه، مقتول کیه؟ ها؟ هر دو یکیه دیگه. خب نمیشه دیگه یا قاتل باید باشه یا مقتول، نمیشه هم قاتل باشه هم مقتول. اونی که قاتله اون وجه بد قضیه است. بله. اونی که مقتوله نه. مثلا یکم نزدیک شد، یکم جلوتر بریم دیگه کاملا بس پاس دیگه پاسخ کاملش شما بدین. بله، عرض کنم که انسان 2 تا خود داره. خب یه خود حقیقی، یه خود کاذب. آره. یه خود الهی و ملکوتی و انسانی، یه خود شیطانی و حیوانی و کاذب. اینجا اون خود دروغین، اون خود کاذب، آره. اون خود حقیقی رو به قتل میرسونه، از بین میبره. دقیقاً. خب پس یه انسان 100% بیگناه رو کشته. دقیقاً. و این شامل همون آیه کریمه میشه که من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و له عذاب علیم تا آخر آیه. هر کسی یک انسان بیگناهی رو، مؤمن بیگناهی رو به قتل برسونه، این در جهنم جاودانه خواهد ماند، براش عذاب بسیار دردناکی خواهد بود. این گونه آیات شامل حال این مسئله میشه و لذا به هیچ وجه کسی باید فکرش هم نکنه. بعضی خیال میکنن که حالا مثلا خودشونو بکشن راحت میشن. خبر نداره که
از چاله در میاد میفته تو چاه. میفته تو چاه. تو دنیا هر چه زندگیش بد باشه 1/1000 اون گرفتاری برزخ هم نیست. آره. این بدبخت‌ترین انسان ها، مفلوک‌ترین انسان ها شما در نظر بگیرید خب از هر حیث، اگر خودشو بکشه گرفتاری برزخ 1000 بار از این فلاکتش بدتر و بیشتره. کی گفته که بکشی خودتو راحت میشی؟ اول کلام هست. تو خبر داری کجا میری که میگی راحت میشم؟ اینجا راحتی، هر بدبختی که اینجا داشته باشن. این فکر اشتباه که خودشو بکشه، نه. امام بعدش هم مثلا اگه 30% 50% سختی و فشار و بدی بوده، تو با این کارت 100%ش میکنی اتفاقا. از کردم بله دیگه. دیگه از چاله در اومد افتاد به چاه. امام باقر علیه السلام فرمودن مؤمن به هر بلایی ممکنه مبتلا بشه ولی خودشو نمیکشه. و نکته آخر که عرض می‌کنم اینه که یه وقتی یک نهیلیست خودکشی میکنه، مثل اون کسانی که با فکور نوشتن چی اونا حق دارن با اون اندیششون، با اون فکرشون، با اون جهانبینیشون. اما یه مسلمان، یک مؤمن، یه شیعه علی بن ابی طالب، این فکر معلومه که در ایمانش باید تجدید نظر بکنه. خب خیلی ممنونم. نکته بعد این که یه حرفی ببین آجا، یه مدل خودکشی هست، طرف میره بالا پشت هم مثلا خوشو میندازه یا حلق‌آویز میکنه یا نمیدونم قرصی میخوره، خلاصه بعد از یه مدت زمان کوتاهی یا یه ذره بیشتر کمتر این فوت میکنه. خب به نظر میاد یه مدل خودکشی دیگه هم باشه. آیا شما تایید میکنید آیا این خودکشی هست یا نیست؟ چی؟ اینکه طرف با علم به اینی که یه سری از چیزها مرگ و جلو میندازه نزدیک میکنه، که شما چند تا مثال زدید، مثلا پرخوری، مثلا کم تحرکی، مثلا یه سری گناه ها که اینا باعث میشه مرگ جلو بیفته، با علم به این که اینا مرگ و جلو میندازه اصلا این کارا رو میکنه. چرا؟ چون خسته از زمونه است و دیگه میگه گناه داره من الان مثلا قرص بخورم یا از پشت بوم خودم یا حلق‌آویز کنم، بالاخره تو اسلام گفتن این کارا رو نکن. خب ولی این کارا رو میکنم که مرگم جلو بیفته که راحت شم از این دنیا، با این نیت. اینم خودکشی محسوب میشه؟ نمیشه؟ چی؟ نه نمیشه. نه، چون علت تامه نیست. اون چیزها علت تامه نیست. اگه علت تامه بود خب بله خودکشی حساب میشد، ولی اون یه درصدی ناقص است. بعد هم اون دیگه تابع عرف هم بگن که ایشون کاری کرد که حتما میدونست که مثلا مرگش جلو میفته، در حالی که اینجوری نیست. مثلا فرض کن پرخوری ممکنه دو نفر شما در نظر بگیرید، هر دو پرخورن، یکی حالا میمیره یکی 10 سال دیگه میمیره. این 10 سال بله. این علت در هر دو هست، اما معلولش در هر دو. منتها بین این هر دو ممکنه یه تفاوت دیگه هم باشه. یکیشون عرض کردم با این نیت اصلا پرخوری میکنه، اصلا اون گناه رو که مرگش رو میندازه، مثلا صله رحم رو ترک کرده فقط به خاطر اینکه عمرش زیاد نشه، میره اینجوری مثلا همچین آدم. در این حال اسمش خودکشی نیست، گناه هست. ولی گناهه. بله. چون داره به خودش ضرر و آسیب میرسونه. خب خیلی ممنونم. بریم یه فاصله بگیریم، از دوستانمون برگردیم و بقیه سوالات شما رو بپرسیم با افتخار. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ببینیم سوال بعدی که میخوایم مطرح بکنیم چی هست. فرمودن که آیا ممکنه مرگ فرزند به اعمال پدر و مادر بستگی داشته باشه؟ دلتنگ فرزند خردسالم هستم که از دنیا رفته. آخه خدا صبر بده. بخش اول سوالشون پاسخش مثبته، منتها نه به این که بگیم که اعمال پدر و مادر علت اصلی و علت تامه مرگ فرزند باشن. میتونه تأثیر داشته باشه، به شکل علت ناقصه باز تأثیر داره. در سوره مبارکه نساء در آیات دیگر داریم که گاهی کاری پدر و مادر میکنه حتی چند پشت بعدش آثار خودشو نشون میده. این هم به لحاظ اعتباری، به لحاظ شرعی این اثر هست، هم به لحاظ تکوینی و عینی باز وجود داره. به لحاظ تکوینی به هر حال این کار بدی که پدر و مادر میکنن، حالا این سنت یا هر کاری بدی که انجام میدن، این یک اثری در کل نظام آفرینش ایجاد میکنه، یه شعاع خاصی رو متأثر میکنه که نزدیک افراد رو بیشتر اول که خودم دور و بریاش باشن اون عمل و اون خاصیت میگیره که فرزندانش باشن.
بعد میره پایینتر، ممکنه نسل بعدی شامل بشه، ممکنه همسایه‌ها رو شامل بشه. به هر حال کل نظام آفرینش یک مجموعه اندامواره هست، به هم پیوسته. درست. وقتی که این سرشاخه فرض کن کرم خوردگی وارد شد، خواهی نخواهی به اون ته شاخش، به شاخهای فرعی هم میرسه. بله. بنابراین بله، از لحاظ تکوینی مطلب درسته که آثار کارهای پدر و مادر در فرزندان چه مثبت چه منفی اثر داره. شما ببینید در سوره که کهف، پدر و مادر، پدر صالح بوده، از دنیا هم رفته، 2 پیامبر الهی مأمور میشن پا رو بالا کنن برن تو گل عملگی کنن، دیوار بسازن، برای اینکه خدا میخواد که گنجی که زیر این دیوار پنهان هست بمونه برای بچه اون پدری که پدر صالحی بوده. یعنی تاثیر اون صلاح پدر انقدر زیاده که حضرت خضر مأمور میشه که از موسی هم اعتراض کرد دیگه، گفت که اگر میخواستی عملی گونه اقلا پول میگرفتی که اینا با ما غذا نمیدن، اقلا پول میگرفتی ما غذا بخریم. که حضرت خضر گفت هذا فراق بین و بینک، دیگه تموم شد، دیگه ما از هم جدا میشیم. خب اونجا چرا این کارو کرد حضرت خضر؟ گفت چون پدر صالحی داشت، خدا میخواست که این گنج دست نخورده باقی بمونه برای خود فرزندان این پدر صالح. این در جهت مثبت، در جهت منفی هم اینجوریست، واقعا اینجوریست. بنده حالا ما کسی نیستیم، اما اگه توفیق داشته باشیم، بنده توفیق رو مرهون پدر مادر و اجداد اینها میدونم، رحمت الله علیهم، رحمت الله علی کل مؤمن و مسلم. میبینم اینا آدم خوبی بودن، خوبی اونها باعث توفیقات ماها شده. یعنی مثلا چون ما وقتی که نگاه سوال میکنیم از پدرمون از اجدادمون صحبت میکنه، میبینیم آدم خوبی بودن، آدم خیری بودن. مثلا اون پدر بزرگ ما که دامدار بوده، سالهایی که قحطی بود و غذا نبود، شون گوسفنداشو چیز نمیکرد که بخواد مثلا کر و اینها بگیره، میگه آزاد بذارید که هر کس نیاز داره ماست و دوغ هر چی میخوان بیان ببرن، هیچ حدی نداشته باشه. از این کارا میکردن. یا مثلا باز اون پدر بزرگتر ما حافظ کل قرآن بوده، وقتی مثلا کار میکرده از یه سوره شروع میکردن تو میخوند تا کارش تموم بشه. حالا اون خوبی اونها تو نسل‌های بعد اثر میذاره که این، پس این درست. از اون طرف جهت منفیش هم اینجوریست، یک کاری که پدر انجام میده، مادر انجام میده، این آثارش تو فرزندان بعدش میذاره. و منتها باز تاکید میکنم که هیچ کدام از این 2 علت تامه نیست، هر 2 علت ناقصه هست و در همون حدی که حالا بازم فرق بکنه، ممکن مثلا فرض کن 10% باشه، 20% باشه، 50% باشه، همینطوری کم و زیاد میشه. مثلا به این شکل درسته. اما این که ایشون، این خواهر محترم، فکر میکنم خواهر باشن، تصور کردن که خب پس رفتن این بچه به خاطر کار اونها بوده، اینو ما قبول نداریم. نه اینجوری نیست. اینو قبول نداریم که بگیم که بچه‌تون که از دست مثلا فرض کن از دنیا رفته، این به خاطر کار بد شما بوده. اینو حتی احتمال 1% هم براش قائل نیستیم. اینقدر احتمال ضعیفه که به هیچ وجه قابل توجه نیست. و به همین دلیل هم من به این خواهر محترم و این بیننده محترم توصیه میکنم که کلا اینو دیگه از ذهنشون پاک کنن، چون شیطان از این راه وارد میشه، وسوسه میکنه، جهنم میکنه ذهن. آره تو بودی که فلان کارو کردی، دیدی که خدا بچه‌ت ازت گرفت. تو اینجا دیگه یک دامنه وسیع هم پیدا میکنه. مطلب بعدی که حالا سوالشون که گفته که دلتنگ این کودک هستم، خود اون کودک به شما میخنده، میگه مادر چرا دلتنگ من که پیششم، الان جاش عالیه، من که پیششم، من که هر لحظه بخوام مادر رو میبینم، من که اینجا آمدم یه جایی رو رزرو کردم برای مادر، پدر مادر، و تا اونا نیان من وارد بهش نمیشم. هم تو روایاته. بله هم تو روایاته. بله اونجا دم در بهش میسته و میگه تا پدر مادرم نیان من وارد نمیشم، با یک قیافه کاملا جدی و قاطع. بله. علم تو برزخ اونجا حضرت زهرا سلام الله علیها در تربیتش بود. شما فکر می‌کنید شما مادر از حضرت زهرا بیشتر دلسوز بچه‌تون بودید؟
شما مادرترید، حضرت زهرا سلام الله علیها، یا ساره همسر ابراهیم. بنابراین شما نگرانیتون جایی نداره. او ناظر و شاهد بر کارهای شماست، چون برزخ احاطه داره به دنیا و تعجب میکنه از ناراحتی شما، از دلتنگی شما. میگه خب من که پیشتم چرا دلتنگ؟ او آره میدونین، و نگرانی هم به تعبیر شما جایی نداره، ولی خب بالاخره بچه است و دلبستگی و بله، دل انسان میسوزه، اینو قبول دارم. آدم دلش تنگ میشه. بله، حتی دل میسوزه، انسان گریه میکنه. پیامبر اون کودک 18 ماهشون بله. ابراهیم که از دنیا رفته بود، پیامبر گریه میکرد. بله. بعد اصحاب تعجب کردن، پیامبر با همه عظمتش بخاطر بچه کوچیک داره که اون عرب خشنی که خودشون باید دست خودشون بچه‌شون زنده به گور میکردن. آره. پیامبر دید که اینا حالا یا گفتن یا اینکه متوجه شد، فرمود خب من انسانم، دل دارم، دل میسوزه، اشک جاری میشه، ولی سخنی نمیگم که پروردگارم رو به خشم بیارم، گله و شکایتی نمیکنم، ولی انسان دلش میسوزه، اشکش جاری میشه، دست خودش که نیست. پس گریه کردن اینها طبیعیه. اما اینکه بخواد انسان افراد بکنه در اینجا، مثلا فرض کنید که بیش از حد این به خاطر اینکه خبر نداره که وضع چجوریه است، من گفتم او الان چه جایگاهی داره، این برای اون هست. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که اینو قبلا گفته بودیم خدمت دوستان عزیز بیننده، این کتاب مسکن الفؤاد کتاب بسیار ارزشمندی است، چون کسی اینو نوشته که خودش این درد رو داشته. شهید ثانی فرزندانش نمیماندن، همه فرزندانش از دنیا میرفتن، ایشون اومده این کتاب رو نوشته، از آیات روات استفاده کرده و در 15 صفحه بخونن آرام آرام میشن. یعنی مثل یک مسکن بسیار قوی عمل میکنه. این کتاب چند بارم ترجمه شده به صورت مختلف، تو اینترنت هم هست، میتونن از اینترنت دریافت کنن و بخونن. ضمن اینکه این جمله هم عرض میکنم که هر وقت یادشون اومد این کلمه انا لله و انا الیه راجعون که یک جمله قرآنی است، اینو تکرار بکنن تا آرام بشن. بله. این عبارتی که فرمودید عین روایت بود که پیامبر فرمودن من انسانم. بله. انسان دل داره. بله بله. دل میسوزه، اشک جاری میشه. بله. خیلی جمله قابل تأملیه به نظرم. بله. یعنی اینایی که خیلی سنگ دلن و نمیدونم یه جوری اصلا هر کاری میکنی یه قطره اشک از گوشه چششون نمیاد، عزیزانشون فوت میکنن، روزه امام حسین هر چی، مثلا طرف سفته، نمیدونم با این فرمول شاید آدم یه جوری. آره، حالا اون خودش علل و عواملی داره، از جمله اینکه ممکنه جنبه ژنتیک داشته باشه، ممکنه به غذا بستگی داشته باشه، غذا گاهی اشکو خشک میکنه. عمدهش مال گناست. آره. عالم فرمودن ما جفت دمو الا لقسوة القلوب و ما قسوة القلوب الا لکثرة الذنوب. اشک خشک نمیشه مگر به خاطر قساوت قلب، سنگ دلی. آره. دل سنگ نمیشه مگر به خاطر کثرت گناه. خدا. ما جفت دمو الا لقسوة القلوب و ما قسوة القلوب الا لکثرة الذنوب. گناه زیاد دل رو سنگ میکنه، دل که سنگ شد اشک خشک میشه. آره پناه بر خدا. ولی ظاهرا غیر از گناه یه سری کارا هم هست که اونا هم قساوت قلب. اما متعدد هست که مثلا غذا رو گفتم من. آره. گفتم ممکنه جنبه ژنتیکی داشته باشه و علل و عوامل دیگه هم هست. آره. خیلی ممنونم استاد. ما متاسفانه فرصت برنامه تموم شد و باید خداحافظی بکنیم، ولی همین مقدارم خیلی استفاده کردیم و حظ بردیم از فرمایشات شما. خدا خیرتون بده، عوامل نداریم. زنده باشید، محتاجیم به دعاتون. تشکر فراوان. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردین. وقتی به دنیا میایم در گوشمون اذان میگن، وقتی از دنیا میریم برامون نماز میخونن. زندگی همینقدر کوتاهه، به فاصله یک اذان تا نماز. خدای کمک کن قدر این فاصله کوتاه رو بیشتر بدونیم. التماس دعا. یا حق. خداحافظ.